ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن ناحیه 8 با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 11 مای سال 2024 تقریباً ساعت 18:10 در حالت مستی با برادرش مرد 53 ساله ساکن ناحیه مذکور جنگ و جنجال کرده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با سنگ یک مرتبه به سر او ضربه زده جراحت جسمانی رسانیده است. موافق خلاصه تشخیص سعودی طبی، جراحت برداشته جبر دیده همچون ضرر وزنی به سلامتی منسوب می باشد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه سامانی با عریضه زن 67 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 9 مارس سال 2024 تقریبا ساعت 20:00 در کوچه لطفی شهر دوشنبه شخص نامعلوم با رای آشکارا از دستش 500 سامانی، یک عدد جزدان، یک عدد تلفن موبیلی و یک چند کارت‌های گوناگون بانکی را با رای زورآوری تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسم نشده 2780 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. 22 مای سال 2024 تقریبا ساعت 13:30 راننده موتورسیکل سرمساق خالبای سال 1983 ساکن ناحیه دنغره هنگام حرکت از سمت مرکز ناحیه دنغره به سمت شهر کولوب از عهده اداره موتورسیکل نبر آمده به قسمت قفای افت تمغه لکسوس تحت اداره بوبی غالب جان سال 1986 ساکن ناحیه واسه برخورده است. در نتیجه راننده موتورسیکل سرمساقوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 22 مای سال 2024 تقریبا ساعت 2:30 راننده افت تمغه کیا همراه غیرت سال 1991 ساکن شهر کنه بادام هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیهات لاهوتی شهر مذکور دوچرخران نابالغ یوسفوف بختور سال 2010 ساکن همین شهر را که در راه دوم درجه حرکت میکرد پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران نابالغ یوسفوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. باید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد.